إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله مهربان عمرهاتون دراز کنه، ایماناتون کامل کنه و خدای مهربان سوالهایی را که ما جواب میگردانیم توفیق عمل کردن شود بر یک و یک ما و شما الله مهربان نصیب بگردانه. خدا رحمت کنه حضرت مولانا جلال الدین رومی را بفرمانید که میفرمود که نار خندان باغ را خندان کند، صحبت مردانت از مردان کند. همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم گردی فتا. حضرت مولانا را خدا رحمت کند. این حضرت میگه اگر شما خواهید که از نزد خداوند عطا یابید، شما برکت یابید، اجر یابید، یا همچنان گردی فتا، یعنی همچون مرد باقی مانی، این عزیز خدا میگه باید در این باغ داخل شوی، تو باید در این صحبت اشتراک کنی، تو باید که مقصد این برنامه است، این نوار است، تو باید که گوش اندازی تا مقصد به این فضیلت و به این خوبی ها شما رسید. خدای مهربان این عزیزای خدا را هم رحمت و مغفرت کنه و از نصیحت هاش خدای مهربان ما و شما را برخوردار گردانه. میایم به سری سوال هایی که باقی مانده ای که در اینجا در نزد منم. نفری سوال داده است شوهر دارم، صاحب 3 فرزند، شوهرم گاه کار میکند گاه نمیکند. برادرم گفت که زکاتم را به تو میدهم، آیا جایز است؟ بله خواهر عزیز، اگر برادراتم برای شما زکات تیان، خیلی که من پیشترکم قید کرده بودم، یا داری خواهر یا اپایی که به دولت هست، بین خواهرها هست، بین دادرها هست، معامله صدقه فیتر زکات هیچی باقی ندارد، اجازت است. دیگر سوالی که کردن گفتن آدمی که نماز نخواند روزه میگیرد این چی حکم دارد؟ البته ما هیچ وقت باید در راست نفرهایی که نماز هم نخواند روزه هم که نگیرد و بر یگانگی الله مهربان باور داشته باشد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را همچون پیغمبری بر حق بداند، ما در راست این آدم هیچگاه حق ملامت و حق توهین و حق تحقیر نداریم. بسیار خوب شد الحمدلله رب العالمین که نفری اگر نماز نخواند و روزه گیرد، از خدا امید است که تو اگر از حال او که آگاهی داشته باشی، تو باید که دعا کنی که خدایا همین نماز هم مثل همین روزه یکی از رکنهای دین هست، خدای توفیقی پایبند شدن نماز هم نصیبش کن، یا اینکه میتونی که با او با ملائمی و با نرمی با صحبت برایی. گویی که برادری عزیز از نماز دیده مقصد ادای روزه مشکل است که چقدر نفس آدم اذیت میکشه، اکنون نمازش اوقا مشکلی نیست، بیا برادر عزیز همین نماز شم خانه. برای همین شما میتونین از این راه استفاده برین، صف نمازگزارهامان و صف روزه‌دارهامان زیاد میشود. یا نفری بگذار نمازش میخواند لیکن روزه را نمیگیرد، بیا ما او را مصلحت تیم، بیا او را ما امر معروف کنیم، بیا برای مصلحت های خوب تیم. انشالله از خدا امید است که این انسان هم با رو به سوی مقصد روزه است یا نماز است میارد. الله همشون توفیق دهد. ما هم طرفدار اینیم که هم روزه گیرد هم نماز خواند، ولی مادامی که این آدم در یک قدم پیش گذاشته است، در قدم های دیگر با او را یاردم کردن در کار. ما بسیاری وقت برادران زبان های درشت داریم، یک کس میبینیم نماز میخواند و روزه نمیگیرد، در حال حقارت میکنیم. یا میبینیم که مثال روزه شم میگیرد نمازش نمیخواند، در حال چیکار میکنی همون روزه تا گرفته.
این روزه تو حلال نیست، این روزه تو فلان نیست گفته، اینا در ما حق نداره. الله مهربان در قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. خدا میگه شما با حکمت، یعنی بین با علم و همچنان با موعظه های حسنه، با صحبت های نرم و ملایم مردم به سوی من دعوت کنید. خدا میگه اگر شما رضاگی من میخواهین، من شما را میگم که از همین راه مردم دعوت کنید، با سخن قبیح، با سخن درشت، با سخن های سخت. با اینها برادرای عزیز ما هیچ وقت با مقصد نمیرسیم و هیچگاه هم در پیش خدا اجر و پاداش هم نمیگیریم. تا امروز هم برادرها اگر تخمین کنین کسی همین سخن سخت دعوت میکند، هیچ کس ویا احترام هم نمیکنه و دیگر اینکه سخنش تأثیر هم نداره. ولی هر کسی که با نرمی، با راههای خوب مردم دعوت میکند که عیناً خدا همین را گفته است، انشاءالله اون نتیجه خوب دادگیه. برای همین از این راه استفاده کنیم بهترین میشود. دیگر سوال کردم به طهارت از روی تلفن قرآن خوانی جایز است؟ بله برادر، هر کسی که اگر طهارت هم که نداشته باشی، قرآن خود تلفن باشد خود به تلفن باشد، تو میتونی که به حضور خواندن بگیری. فقط طهارت برای آن لازم است که تو قرآن بقپی. خدا در قرآن گفتگی است که شما قرآن به طهارت قپیدن نمیتونی، ولی خواندنش به طهارت به قپیدن اجازت است. دیگر گفتم که مرا شوهرم بسیار میزد و به خانه مادرم آمدم. او آمده پیش مادرم قسم خورد که اگر این دفعه زنم 3 طلاق باشد. بعد به خانه آمدنم باز زدن را سر کرد. آیا من طلاق شدم؟ یعنی اینها را طلاقای با شرط میگن. یعنی طلاقی که اگر من تو را بزنم تو به من 3 طلاق، اگر تو از همین در برآمدی تو 3 طلاق، اگر من مقصد برای تو من بعد 1 کرته بخرم تو به من 3 طلاق. یعنی شرط میمونه. اگر همین شرط ها را شکست، خواهرای عزیز طلاق واقع می شود. خواه 1 گفته باشد، خواه 2 گفته باشد، خواه 3 گفته باشد. برای همین این بسیار چیزی جدی هست. وقتی که شرطمان 3 گفت 3 می شود، 2 گفت 2 گفت، 100 گفته باشد 100 واقع می شود. یعنی از 3 بالاش دیگر همش 3 حساب می خورد. دیگر سوالی که کردن گفتن با اذان تلفن نمازهامون خوانیم جایز است؟ نه، با اذان تلفن نماز جایز نیست. شما برای نمازهاتون برادرای عزیز و خواهرای برای برادرای عزیز، البته برای زنها اذان و اقامه نیست، ولی برای مردها حتما اذان گوییم، با اذان تلفن نمیشود. دیگر گفتم بابای حاجی زن به طرف مرد گوید که نفسم رو به تو بخشیدم، مرد گوید که قبول کردم، آیا نکاح می شود؟ ما حدیثی داریم جناب امام ترمذی، جناب امام ابو داود، همچنان ابن ماجه از نام حضرت امام ابو هریره رضی الله عنه میارد که پیامبر ما گفته بود است که ثلاث جدهن جد و هزلهن جد. این 3 چیزی هست گفتن که انا اگر بگیم که یعنی معنوش چی است؟ جدهن جد یعنی جدی هست و همچنان هزلش هم جدی است. یعنی به هزل هم بگوی جدی حساب میخورد، اگر با طریق جدی هم اگر بگوی همون جدی حساب میخورد. اینها چی هستند؟ یکیش نکاح، دیگرش و طلاق و دیگرش و رجعه. پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 چیزی است که شوخیش هم جدی است. یعنی این یکیش طلاق است، دیگرش نکاح است. برای همین هر کسی که اگر با شوخی هم زنش بگه زنک تو با من حرامی، زنک تو مقصد به جای مادرمی، زنک تو با من 3 طلاقی، اگر با شوخی هم که بگش واقع میشه. اگر با شوخی هم کسی را نکاح کنی در حضور شاهدا باشد، بین البته نکاح واقع میشه. برای همین هر کسی که اگر به شرطی که با طریق شوخی هم بگه که من نفس من تو بخشیدم، در اونجا شاهدا باشد، نکاح واقع شدگی.
یا اگر با طریق شوخی هم که زنش اگر طلاق کند وای طلاق می شود. دیگر سوالی را که از ما کردن گفتن که خوردن کواس جایز است یا جایز نیست. برادران خیلی عزیز، هر چیزی را که می نوشین شما بینید که اگر در اون مثال بسیار شده تمغه حلال زدگی های، بعضی هاشده مثال نگاه کنید که ترکیبات شده چیزهای شبه آور نباشد یا اینکه فایزی مخصوصی مست کردن نباشد. برای در دولت های اسلامی هم استحصالی همین آب جوی که در مردم ما پیوه میگن یا در دولت های اسلامی همین ایران و دوبای و پاکستان و در همین جا همین استحصال آب جو هست، میزنن تمغه حلال و مقصد هیچ وقت یعنی فایز ندارد، فایزی مست کردن ندارد. برای همین اگر از همین چیزا خالی باشند انشاءالله هیچی باقی ندارد. الله مهربان تن صحت ایمان کامل نصیب ما گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.